الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت از تو، برکت از خودش. یا خدا یا خدا. به 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 به. ظهر دلانگیزی. به به. برم ببینم مغازرم امروز باز کنم. این مغازه سر کوچه این بغله رو که اینجاست دماغشو بکشم زمین. تو غلط کردی جنساتو ارزون میدی که بخوای منو از کارم بیکار کنی. یا به نام خود. بسم الله. این درک خود به خود بازه. رو کی باز گذاشت من که یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ای وای جنسام کو یا ای وای الهواش بذار ببینم پولام کو پولام یا ابوالفضل ای وای همسایه ها به دادم برسید وای به خاک سیاه نشستم وای 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 دوز برده دوز اومده همه چیو برده. به به به. سلام یوتیوب، چطوری؟ امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. خوش اومدی به این ویدیو جدید. ازم تو آپارات خواستید، تو کامنت خواستید یه بازی شبیه سازی. برو دیگه، عالم و آدم بازی شبیه سازی رفتن، یه دونه تو موندی محمد. خب منم گفتم باشه یه شبیه سازی بیام برم که تقریبا هنوز این نسخه شبیه سازی رو فکر کنم تو ایران کسی نداره. شبیه سازی بقال محلمون سوپرمارکت، اسمشو نمیتونم عوض کنم سوپرمارکتو، بتونم عوض کنم تو بازی‌های شبیه سازی مغازه رو اسمشو عوض کنیم. امروز میخوایم هدفمون اینه مغازمون رو بزرگ کنیم. تازه باز کردیم، بزرگ کنیم با یه سرمایه اندکی زرنه گاماس بزرگش کنیم، بکنیم سوپرمارکت، بعد بکنیم فروشگاه زنجیره‌ای، بعد بشیم یکی از شاخهای بیدوم و سم بود، بیدوم و شاخ بود، چی بود، خلاص از اونا بشیم که کل اقتصاد یه کشور و شهر رو میگیره تو دستش. خب حالا بگذریم. بچهای یوتیوب یه سلام، بچهای دیسکوردش چکی سلامی هم بکنید. یوتیوب چی جیسون استاتام نیست؟ والا جیسون استاتام. یه لحظه وایس. علیکم السلام بر بچهای گل تو خونه، بچهای نمونه. سلام بر بچهای گل تو خونه، محصلای نمونه. سلام درود خدمت دوستان عزیزی که دارن این ویدیو تماشا میکنن. خیلی خوشحالیم که تو جمع محمد هستیم، دوستانی که ما رو تماشا میکنن. حتما این ویدیو رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید که محمد خوشحال نشه. ان شاء الله همیشه حالتون خوب بشه. دیگه حرف خاصی ندارم دیگه، بریم سراغ ویدیو. خب آجا بریم مغازمون رو باز کنیم، ببینیم چند نفر رو میتونیم گیر بیاریم، تور کنیم، جنسامون رو سفارش بدیم. آقا من یه استراتژی که دارم اینه، توی این قسمت های شهر بیشتر نون میره. خب نون میخواد. آرد نیاز نیست، آرد کسی نمیخواد کیک بپزی یا چیزی بپز. آرد نیاز نیست. شکر نیاز یه دونه. خب این نون دوتا، شکر یه دونه هم ماکارونی یا روغن. 7 دلار 18 دلار نه 5 دلار کم آوردیم. صبر کن. روغن نه، نون یه دونه بود. خب 43 دلار یه دونه هم ماکارونی. 51 دلار درنش. آقا بس نخواستیم. صبر کن. ماکارونی رو روغن بمونه، یه دونه هم نون، 2 تا نون بگیریم. 55 دلار شد که بازم این. آقا از هر کدوم یه دونه 43 دلار. خب ما یه دونه ماکارونی بگیریم. 51 بابا الاف کردیم ما رو ها. شکر آجی شکر رو نمیخوایم. اوکی. 7 دلار یه دونه ماکارونی داریم الان. یه دونه نون داریم، روغن داریم، ماکارونی داریم. وای خدا پدرمون بگم چه کار کنه، بیا مرزه چه کار کنه. روغنم داریم. ما ماکارونی داریم. 45 دلار خوبه. 50 دلار فقط بهم داده، گفته برو مغازه باز کن. خب سفارشو ثبت کن. تو ببینم حاجی اینجا میتونیم ما پروانه کسب بگیریم. خب پروانه کسب واسه فروش مثلا آب معدنی، واسه آب معدنی پروانه کسب میکنن، پروانه کسب میخرن. آها اینجا میتونیم مغازه‌مون رو بزرگ کنیم. طبقه 2 3 4 5 6 7 8 تا لول 23. او میتونیم سوپرمارکتش کنیم. نه منظور فروشگاه زنجیری. همین چیز بخریم، صندوق بخریم و بانک هم میتونیم وام بگیریم. نه حاجی من وام نمیخوام. مرسی، من وام نمیخوام. دمت گرم. مرسی. دمش گرم. چقدر سریع جنسامون آورد. خب ببین نباید همه چی رو یه جا تلمبار کنی، باید پخش و پلا جنسامون رو یه جوری بچینی. ماکارونی کم اونجا یه ردیف هم یه جوری میدونی هر کی وارد مغازه شد. الان صبر کن خودمو، نه الان نه، هر کی وارد مغازه ماکارونی اشتباهی 2 تا گرفتم ولی مشکل. هر کی وارد مغازه شد بگه آجی ببین شمام چقدرم جنس داره اینجا. ماکارونی اشتباهی 2 تا گرفتم.
نونو بده من. اون باید این بالا باشه. خب شب این زیاد گذاشتم اونجا، ولی خب یوغن. خب یه کمی اونجا، همیشه اینجا بدونش هم همون. حالی ببین الان من خودم مثلا مشتری، وارد میشم. سلام حاجی جعفر، چطوری؟ خوبی؟ به به چقدر هم جنس داری تو. بستمش رو یه رنگه، ولی ببین چقدر قفسه ها پرن. این یه استراتژی. خب الان باید قیمتاش هم تعیین بکنیم. خب رسیدیم به بخشی که خیلی دوستش دارم. واسمون در میاد 99 سنت خرج گرفت تا بیاد دم مغازم. خب یه بازارم میفروشن $3 و 12 سنت. من یه جایی باید بفروشم که نه گرون باشه نه ارزون. $3 و $4 و 12 سنت. حل. $3 و 13 سنت. فقط یه سنت بیشتر. حله فقط یه سنت گرون دارم. نون چی؟ نون ارزون بدم. آدمو به خاطر نون بیان ولی بقیه چیزا هم بگیرم ببرن. این سیاست کوروش مارکت. اما دلار 62 تومنه. چی؟ دلار 62 تومنه. 62 تومنه؟ نه دیگه اینجا برعکسه. تومن $62. اینجا باید اینجوری بگی. هر وقت قیمت تومنو پرسن شما بگی 62 تومنه. نونو $3 و 96. یه جوری میخوام یه کاری کنم که 90 باشه. مثلا بشه $4 و 11 بده. 410 نه حاجی. میبند. 56. آره الان این خوبه. مثلا بدیم $4 و 50 سنت میفروشن. $1 و 50 سنت هم واسه در اومده. $5 و 10 سنت بفروشیم. $5 و 10 بفروشیم. بنویس دیگه. $5 و 10 سنت $3 و 60 نه ارزون میدم. $6 $4 و 60. آجی 10 رو حذف کن. بدن چی میگن؟ 9 $5 سود میاد ازش. ماکارونی چی؟ ماکارونی رو زدم. روغن رو زدم. اشونو اوکی دیگه میتونیم الان باز کنیم. آی همسایه. سلام خانوم. سلام، خوش اومدید به مغازه ارزون شاپ. اسممون ارزون شاپه. خوش اومدید. بفرمایید. سلام آقا محمد، خوب هستی؟ سلام، مرسی. لطفا اینا رو حساب بکنید. حتما بفرمایید خانم. آقا مجید چطوره؟ خوبن؟ سلام میرسونم. قابل شما نداشتا؟ خواهش میکنم بزرگی. خواهش فرمایید. 50 90 95 بفرمایید. خوش اومد. سلام برسی به آقا مجید. سلام آقا محمد. سلام. فرمایید. مرسی. شما خوبی؟ بفرمایید. کارت بانکی بنده سلامت باشین آقا محمد. اصلا قابل شما نداره. کارت بانکی. خواهش میکنم. رمزش هم 000 000. آره با کلاس. آها خانم شما چقدر رمز کاملا مطمئنی دارید. خواهش میکنم. قابل نداشت. خداحافظ. سلام یالا سلام حاجی. محمد گل. سلام حاجی. قابل تو نداره. جدی میگم جدی میفرمایم. نوکر ازم داشت محمد. جانم عشق من. حاجی خورد نداشتی؟ داشت محمد. جانم خورد نداشتی حاجی؟ نه والا نه حاجی $100 نه. واسه فقط یه $4. آره دیگه. بهش حاج محمد. جانم چطور اسمت گذاشتی حاج محمد؟ مگه نادر نبودی؟ جان نه محمد میگن، نادر میگن، مونده دیگه. به دوستای خودمون چیز میگن، محمد میگن. اونایی که میان از مغازه میخرن نادر که میدونی اسم خدا بیامرز پدر بزرگ من بود. بفرمایید. یادش خدا پدر بزرگت رحمت کنه. مرد خیلی خوبی بود. خدا به تو هم قسمت کنه. خداحافظ. یعنی سلام آقا پدر بزرگ رحمت. سلام. آقا مزایقان خوب هستن؟ خواهی میکنم زدام گرفته. مریض شدم آقا محمد. برا مگه؟ مریض شدم زدام گرفته. خدا شفا بده. خانم شما مردی یا پسری؟ میگم مردی یا پسری؟ خفه شو بابا، خفه شو. خسارت نمیگیشه. برو بیرون خانم. بفرما خانم. خجالت عسل با آب لیمو
قاطی کد بیا بریم میخواستم بهش حاجی. یاد بدم در رفت. کار کردی در رفت حاج آقا. خوش اومدی حاجی. خیلی خوب میشه. حاجی ساختمون تو چی شد؟ اونو ول کن. ساختمونت چی شد؟ اونو بگو. هیچی والا داریم میسازیم، پول نداریم به خدا، گرونی بدبختی. حاجی به آخه تو بساز بفروشی چه ربطی داره به تو حاجی؟ باید پول پارو کنی. تو گرونیه جدی دیگه. بله، جدی. اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ حاج من عروسی دخترم هم هست، او. بدبختیه دیگه. امیدوارم خوب باشه. سنتی یه سنت کم آه کن. بابا اونو چی کارش بود، ما رو حساب کن نادر. بفرما حاجی بفرما حاجی. خوش اومدی. نادر بفرما. کوچیکه. جانم جان. عشق من. خداحافظ. نوکرتم بهت نادر، اصلا انشالله از این سلامتی بری و سلامتی برگردی. یه جوری آقای سلام حاج محمد. جیسون استاتام خوبی حاجی خوبه حاج قابلیتو محمد. نداره. مرسی حاجی. آخرین نوکرتم فیلمت حاج محمد. عشق منی دمت گرم. عشق منی بفرما حاجی. خاکی زیر پاک حاج محمد. اصلا حرفو نزن من ناراحت میشم. بفرما شما صحبت میکنین آقا بودو این دیگه. بفرما بعد بگن این پیرمردا صحبت نمیکنن. سلام آقا محمد. بفرما خانم بفرما. قابل شما نداشتا؟ سلام خوبه. قابل شما خواهش نداشت. میکنم آقا محمد. حرفش بفرما. ناکرتونم. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام بسرم. سلام مامان. سلاممو خواهش میکنم. خوبی؟ سلام. امیرم حالش خوبه. امیرم حالش خوبه. از سربازی برگشت. مرسی. از سربازی آره برگشت. بسرم تازه از سربازی برگشته. خدا رو شکر. آقا محمد جانم. بابا بزرگت خدا بیامرز نادر ماس محلی میزد. شما ماس محلی ندارین؟ نه متاسفانه دیگه بهداشت گیر داده و وزارت بهداشت بهمون دست میزنه حاج میگه که حاجی خانم خدا بیامرزه. مرد بکن در روی مرسی. خوبی بود. حاج خانم از شما بعیده. حاج خانم بکرده. خداحافظ. اعصاب ما از رو قدیم خورد. گفتم. نادر جون، نادر جانم کوچیکه. عشق جان من میدونی که نادر نادر اسم پدر کوچیکه. بزرگم بود. ما خوش لقب اومد. پدر بزرگ تو رو میذاریم. خوش جان بفرمایید. سلام حاج نادر گل گلاب. یالا سلام حاجی. قابلیت تو نداره خوبی حاج حاجی. نادر. مرسی تو هم او خوبی. کردم حاج نادر. 2 3 4 5 6 8 80 بیا حاج نادر حاجی. سواد داری و بی خودی داری پول میدی. نه حاجی نه ببین پورت ندارم یه پنی کم دارم اشکال که نداره بهت بدم دفعه نه بعد میگیری بده بفهم خداحافظ دفعه بعد میگیری خدا. اینجوری الکی یه پنی بگیر. بس خوش اومدی حاجی. خوش اومد بفرما مرسی. حاجی نه تازه حاج تازه محمد ازدواج دعوتت کرد. کنم حاج محمد میای؟ چی تولدم میای حاج محمد؟ حتما محمد حاجی سلام بس خوب هستی؟ بیا خوش حاج محمد. اومد. محمد این صابخونه اینجا شما چراغ ندارین شما؟ نه از غذا میخواستم چیز کنم چراغا رو روشن کنم از غذا بفهم. ای بابا کور شدیم یه ساعت تو این مغازه. باش بفرمایید که حرفیه. بفرمایید. اصلا شما امر کارت کنید من بانکی به سرم دادیه. بذارم زمین ببینم. خواهش میکنم. رمزش 45 بود درسته؟ نه مال برعکس ددی بود. همون بود دیگه. همونه دیگه زدم همون شد. خداحافظ. حاجی پدر این سلام حاجی پریشش. شاکرم حاج محمد گل گلاب. حاجی پدر این خیلی چیز فشاریه میدونی وقتی خیلی زیاد دیدم با دخترای اینو میپره بعد رمز کارتشو گذاشت. ببین تو اون چیه ببین اون کی. آره صفا سیدی. سلام دو گلوهای عزیز من چطوری خانوما دو خوب گلوها هستی؟ مرسی نظر ازم کنی در حتما. واقع تازه عمل کردم نمیتونم صحبت کنم ببخشید خواهرت چی سر کارم خوش اومد. چطورن خوب هستم مرسی سارا خانوما نه کات کردیم ما سلام نه با چرا آقا محمد میدونی بیشون بذار به خواهرت میگه سلام خوبم شما خوب هستی فرما قابل شما نداره جدی میفرمایم آقا محمد این دخترم من یه جو باحال بود. 30 50 خوش دخترم اومد. من یه رو عشق کنه خیلی حال میده. آره سلام حاج میرسونی. نادر کوچیکه. جانم سگلوها اومدی؟ شما سگلوها اومدی ناجی؟ خوبی ندارم خور. از داداش تو کی علم خوری منو دیدی؟ اون بابا بزرگم بود
من نیستم، 10 دارم بار ارزون دیدم 10 بار میدم. دیدم. برو بخور بخورت دیگه بر نگرد اینجا بیا. از این به بعد میدم به برو دیگه بر نگردی یا برو. نادر الکی یه نه. سوال داشتم نادر. بگو جانم بگو بفهم. ببینی چه آدمای بیشوری نادر جون جنسو ارزون میدی. اشکال نداره فدا سر دست نادر داداش کوچیک جانم. ماه دیگه ببخشیدش. حالا چیکار کنم من چون شمایید من بهش دیگه چیز دیگه ای نگفتم آجی. بفرمایید خوش اومد. خداحافظ ستاتون هم که نون نادر. خریدین. ستاتون میگم که نون خریدین چیکار آجی. کنیم آقا نادر گرفتیم بالاخره باید نون بخوریم دیگه. خب یکیتون نون میخری یکیتون روغن دیگه این چه ورزشه. خوش اومدی. ما خوش چون اومدی. اتاقمون جداه باید جفتمون نون بخوریم. این همسایه‌ها من همیشه اینجوری دیوونه نبودن ها. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد دیوونه. امروز شد جنس اصلا از فروش جنسام راضی نیستم. بس بگم ماکارونی زیاد کاش به جای ماکارونی هر میتونستم بخرم یه بسته. خب مغازه بسته از ساعت 9 شد. ساعت 9 بازی می‌کردم ببن. اوکی. بذار جنس‌های فردا رو ببینم چی بود. چی کم اومده بود یادم رفت. فراموشکار عظیم. آجی ببین ماکارونی داریم نمیخوام ماکارونی بخرم. نون میخرم روغن میخرم. بعدش چی بود کی داشتیم. خب ببین یه بسته نون 100% روغن چون زیاد مصرف میشه. شکر کدوم شکرم این بود. یه بستم از این بخریم که بچه ها اومدن تو. من میذارم جلو در که همه ببینن بچه ها ببینن سری ماما من از اینا میخوام بگم بیان تو. خب آردم بذار بخریم. حالا 85 سنت تا 88 شد 85 هم خوبه مهم نیست. سفارش های فردان که الان نمیتونم بخرم تا ساعت شب 9 بازم 9 به بعد بست 9 دست نمید. خب یا خدا ببند چی نوشته؟ معلومه که چین؟ آها به اسپیس بزن انتر بزن. خب آقا کلن 14 تا مشتری ممنون داشتیم. گرون نفروختیم. من میگم جنس همونو ارزون میدم فعلا که گرون نفروش. تا که گفتن گرون 8 نفر غلط کردم. برم از مغازه سری کوچی هاشم آقا بخرن. اونا باید برن از هاشم آقا بخرن. من جریانش میدونم دهنمو بس. از کم پول دادم بهش دیگه پول نداشتم گفتم به $100 داده بود. خب 90 تا امتیاز گرفت مغازمون. لولش رفت فوره عالیه. پول $122 رو به پنی گرفتیم. $49 خرج کرده بودیم کلا $72 جمع کردیم که سر جمع شده $122.31. عالیه. Yeki hacı. Ya azim bugünden itibaren günlük faturalar gelecek. Son ödeme. میگه بچه از این به بعد چیزه بهمون چیز میاد. قبض برق میاد. آب و برق و گاز و تلفن.